سلام بچه ها، النا هستم. اولین ویدیومه، خیلی ذوق که قراره کنار شما باشم. تو این ویدیو قراره خونه جدید ما رو ببینیم، همراه ما باشید. Let's go! با نهایت امکانات من رو اینجا با یه دلستر نگه داشته بیارم ویدیو ادیت شلواری میام وسط رو همه میان. حتما شاید شما الان فکر کنید که این چیز خاصیه، شاید فکر کنید آبجوه، ولی نه، دلستر لیموییه و این با دلستر لیمویی اینجوری شده. نه همیشه همینم آتنا. اکوچو پرسیدم. نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشم خفش. ما دقیقا چه غلطی میکنیم؟ راستش منم نمیدونم. حالا چرا باید این کار باید؟ چون انگه قشنگیه. نای من در حال تودی فقط دارم میرخصم. اگه دوست دارید ادیتور رو ببینید، باید ما رو به 50 سابسکرایب برسونید. قول دادی ها. اگه به 50 سابسکرایب رسیدید منو باید نشون بدید، یا شاید هم بیشتر. رشمند ما باید ببینن. باش به کی گفتی؟ ادرام. سلام باش کن. آقایی نمیخواد باش برقصه؟ سلام. برای اول مور بهت سلام گفت. عاشقمه. آره تو هم فکر میکنی این دیوونه است؟ روانی ها من جو بسیدم میرسم. لبانی خودم میخورم میدارم روشیف کردم آقا. نه روشی منه. آقا بذار روشتو پاک کنم. روش خودته. مثلا داریم ویدیو میگیریم. یه رسی بذار. گوشمند یکی بود یه عشقم. چشم برقص. خواهر فکر میکند مایکل جکسون است. دمپایم کجاست؟ خانومی منو نزن. دمپایم میخوام چیکار؟ خانومی کانده کنگفو کار شد. چقدر من دلقکم. اوخی دلقک کجا اینجا میکنی؟ تو سیرک چنل تو. مرسی قبول دارم. بذار برقصم میگه. آره عاشقمی به کاره. من بیشتر دوست داری آتنا رو، چه میدونم. عالیه. گزینه الهه رو انتخاب میکنم. نه مجونید که فکر کنید این اسکله، چون آرادم همین فکر رو میکنه.
فرض کن یه آهنگ غمگین پخشه. چیو علم خیلی داره. بسیارا سجره اللهم این دستا برده تجل دوتون بکشم چه سمن من زد ادن شد این تروبه برو بیست سگ نمیدستی اره اصلا ما فیلم از یه چیز نشون بدم من نجات بدین ما رو نجات بدین. ما رو از ما میخورمتون. این میخواد کلی های منو بخوره. ببین کلی های منو بخوری بگو خب بریم با کدوم هنگ رو بتام کلی هامو بخوری خواهرت ما نوتلا میخورم. خواهر من از من بزرگتری. اون یکی رو آره تو راه اون آره الین با نوتلا میخورم. الینا چی؟ الین گفتم الین. الینا چی جونی؟ جوربار سلاخی نه میکنه. نگشم کن بگو خونه خونه چه؟ من نمون باشه، بگو. این ویدیو قطع کن نه 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 ویدیو قطع نه کن بگو تو بگو. ویدیو قطع کن چشم عشقمی ها ویدیو قطع کن بابا اصلا از تو داشتیم نمیگرفتیم که خودت اومدی وسطش. بگو خونه نمیخوام بگو خونه نمیخوام بوسم بده دیوونه. نه بگو تو خودت گفتی خونه بگو همونو دوباره بگو خونه خونه آره برو تو تروبچه گوگلی تو گفتی خونه من گفتم تو چرا خدافظ اوکی حالا بگو خونه بس دیگه نه بگو خونه تروبچه بگو خونه خونه. بیا بوسم کن دیوونه. آره تو جمعیه شاخ جمعیه آها فهمیدم بگو نه فهمیدم بگو میگوفون حالا بگو برو گوشی از خودت اینا رو میسازی؟ آره حالا اسمت چیه؟ گفتم بگو برو تو گوشی برو تو گوشی نه گفتم بگو برو تو گوشی برو تو گوشی بگو برو تو گوشی. آها بگو ببینم عزیزم تو گوشی. آه من داره ناراحت میشین من اینجا دراز بکشه ادیتور. واقعا افتخار میکنم اولی کسی که وسط ویدیو دست منو نجات بدین از اینا خب برو بیرون کسی مجبورت نکرده اینجا. نه بابا بذار بمونه تا زیبایی ویدیوات به همین بچه هست. نجات بدین نجاتت میدم یکی با منو نجات بده. دست تو اینطوری کن دوربین تو فیلم میکنی نمیتونم از فیلم بگیرم. همیشه این کار رو میکنی؟ بین ما این چیزا خیلی عادیه. همیشه این کار رو میکنی؟ آره همیشه دیوونه است. همیشه این همیشه این کار رو میکنه؟ این همیشه این کار رو میکنه روز شانو خواهد رو پاد خودش میکنه؟ نه افتادم. آخ خدا اگه گذاشته این آمایی دراز بکشم. چرا باید وسط ویدیو دراز بکشی؟ بیا بکن. پایان تراز باش من میکنم انجام بده. من نگاه کنه من نگاه کن نه چرا اسکول شدی قربت بشم. من نمیشه بگی اوکی دیگه چیکار کنی؟ I'm ready funny kids. اون روز که تو رو دیدم و رفتی خوشگل بودی و جیگر و مشتی
چش درشته برونزه برو که کارت درسته. اصلا نگه از لباست گرفتم. درس جدید به انگوش و بره. اوف چقدر زوم کردم فلش کن. چرا؟ ویدیو رو با فان کنم. اصلا اگه من نبودم آقا ویدیو تو بابا بزنی چته؟ اشکم پیسردم نزن دیگه. نفشم اون ویدیوهایی که داری نگاه میکنن عرکی رو چکشیری برای شما. چک سیلی تو زد. ایبی نداره. چک شیری. ایبی نداره. ساب چنل بوستون میده. نه لیوان نشکن دیگه. نه نشکندم. بچه ها بگین سیر ها رو برین تو گاو نیست. هم بگیم سیر میریم تو گاو نیش. گاو میشم تو گاو نیش. چون که شیر. آره شیر. سیر چیه؟ من کرم. الان که آراد بهتون چک سیلی زد النا شما رو بوس میکنه. بوس کن. بوس کن. ببین بوس بده. روزی شد آقا بید. تقدیم به پسرهای چنل. ادرا تقدیم ادرا پسرهای چنل. ادرا جونه. دکن چیکار کنم اصلا دورو مینا مهردت هم دقیق نشون نده در نشون بده اصلا اینطوری چیا نه فیلم گیر خب باشه اون فیلم کات میدیم. نه میده فهمیدم میخوای چیکار کنی. شنیدم ازدواج میکنن انگشتر میگیرن سیگاری. نه اونو باید با الهه باید انجام بدی. النا نه اون مال النا اون مال از خودم. منو تو یاد گرفت. النا مال خودم مثلا که چو آقا مرسی. هیچی توش نبود. من ویدیو قطع کن من رفتم خدافظ. بای بای. بیا نه اون کار نکن. بغلم کن دیگه. خب نو بگی شما ویدیو رو چرا آراد یه بای بای میدی به ما. بای بای خب بای بای خب الان ساعت داریم. آره دیگه ساعت دارم من. ساعت 9 و 10 دقیقه مونده به 9 و ما هنوز هم نرفتن خونه شون. فکر کنم شنبه بتونی بری چون که امروز 5 شنبه است و اون آقای کولرتون رو نیاورده. و اگه تو جمعه هم که قاعدتا نمیاره و اگه برین خونتون از گرما میپخید. آره حالا یکی برسه به دادم دلمو به یکی دادم از خوبای روزگاره عاشقی همی یه باره مثل اونو کسی نداره سفرهای دوتایی یه دونه باشه خدایی حرف زدنش قشنگه با هیچ کی نمی جنگه همیشه صاف و یه رنگه عشق منه اینو قلبم داره فریاد میزنه توی هر کاری بگی یه منه چپ میره راست میره یل میبره دل قلب میبره. اینه تو که خیلی دل بری سونجی وا طبق چیزایی که الان دیدید متوجه شدین که ما به مانیکسوید ارادت خیلی زیادی داریم. یه بار پلاسیمو خوندیم یه بار شوی بایی میام باشد حالا هم میاد مانی ویدیو رو ببینم. مانی این عاشقته این عاشقته چی داری میگی بابا؟ فقط یه شور ساده است. اجازه دارم شیبتون کنم؟ نه کسافت باشه
ننت هی میگفت اینو پاره نکن اینو پاره نکن بابا زنجیر پاره شد بند شد. بالاخره ننت میگفت این ننت میگفت الینا نکن. ولی تو چی میکردی؟ ای با این زنجیره بازی میکردی. الانم بازی کن. بابا پام گیر کرد. من چه؟ ننت میگفت. ننت یه چیزی میدونه. غیر منتظر ترین ولاگ دنیا وجود ندارد. باز شد دیگه. بزن میکشم بالا باز نشه. جوری که ریدی قابل جبران نیست. آب قطع اینم مونده ای تو. بذار ببینم من میتونم بازش کنم. That's new. بذار بازش کنم برات. با میتونم. نه بیا باز کن. ریدم من باز میکنم دیگه. ریدم تو این کارات. بیب. ببینش. Yo guys, it's Beanie. و بله تیر زدیم تو زنجیرمون. عالیه. نه اینجاش باز شده. هورا. هوری. برو تو شد. ولی کن فعلا مهم نیست. ما الان ممکنه که چند دقیقه خب الان دیگه ریدی. نه اینا ریدی که ماما. نکن. ببین از الان میخوای دوربین یه جوری بشه که فیس من رو مردم ببینن. فیس من توفم. همه روش دارم وایس. من از دوربین رو میزنم که اون دستت بخور برگرده قیافه. هیس شو. ببین ما الان امروز همین الان هم انرژی خوردیم. هم میگی نگفتم خوشم نمیاد. گفته بود من یادم نیست ببخشید. ای بین حرکات بزنیم. نه اوکی. من میتونم این به تو بگم اوکی. که از ته دلم دارم بهت میگم تو آدم خیلی روانی هستی. مرسی. وای فقط دلم میخواد اون دوربین برعکس شه اونو ببینم. برعکس شد؟ نه. ما امروز هم انرژیزا خوردیم هم قهوه خوردیم و ما قرار تا ساعت 5 بیدار بمونیم شب بیداری و قرار بعدش یه سری کارهای غیر منتظره بکنیم. ممکنه خودمون از پنجره بزنیم پایین. شاید من الان قرار دسته ترسک بگم و واکنش یه ویدیو بذارم. تو نمی‌بینی من از تاریکی میترسم موقعی که جیر میخورم. بابا خب نگاه کن من اینجوری هم که تو تاریکی چیزایی تصور میکنم که ازشون میترسم. مثلا پنکه رو میام روح میبینم. هیولا جن میبینم. هیولا روانی تو. هیولا دوربین برگردون. اگه این ولاگو اینا آدم اینجا بشینی 5 دقیقه شد. خب اگه این ولاگو تو اینا آدم بشینی من بهت تو خونه داستان ترسناک نمیگم. به جاش باید فیلم ترسناک میذارم که واسه فیلم ببینی. وای اصلا باید چی ما الان داریم این کار داریم میکنیم؟ این غیر قانونیه ها داداش نشون نده. قوم چیننه تو گونی. ما رو تو گونی نمیکنه. این تو واقعا خیلی هستی. بیا وای اون لحظه گفتی من دیگه شطورم با مامانم بازی کنم. چاربرگ داشتیم بازی میکردیم. نیاز نیست حالا همه چیزو بگی. منم ماجرای تو رو میگم ریدی به غرور بچه. من هنوز از سنورتم. میدونم شاید اینا پاستوی تو باشه. اینا؟ آفرین. همینه دیگه چیز دیگه نیستش. اکوتیو بچه‌مون رفت. اگه دوست داری دارد بازم بیاد تو این ویدیوهای ما لایک ها رو 100 تا کنین. بله آره همه میایم وسط سولوهایی میریم خیلی قشنگ حلدری میریم حتی اگه باشیم اینه بله میدونی اسم آره
چی میافتی این اسمو میشه؟ آها آره یه یوتیوبره فرنگم نمیدونستی؟ هم میدونستم، فقط وقتی یه چیزایی تو ذهن من میگذره که تو الان نمیدونی. تو یه ذره کتابتی بس کن من اینم که میدونم این کار نمیکنم. مانیکس و افشارتیک و علیز این کار نمیکنم میدونم، ولی خب مثلا فرض کن بشین نگاه کن. چی رو؟ ما همین ویدیو حتما مانی اینجا بکار نشسته بیاد که واو یه چنل که حتی یه سابسکرایبرم نداره برم ویدیوشو نگاه کنم. نه فکر نکنم ای بابا این فکر نکنم خط شده. پس چی بگم؟ چون که دلایل کافی وجود ندارد گمان نمی کنم که این کار رو انجام بدهد. نه اینجا خورد اومد پای من چرا فکر رفت تو اینه؟ تو اشتباه فکر پرت کن تو کوری بی تربیت دستمو بری. وای اکوچو الان انگار چی شده؟ اکوچو خوبی؟ با چیزی نشد. چرا لوسی؟ ناراحت نشی یه وقت اکوچو کوچی. چی شده؟ چی رفته تو جلد تو؟ سگ میشم. میگن چرا سگ؟ ماجرا اینه که بنده وقتی گشنم میشه سگ میشه، ما رو میخوره یهو. حالا اونقدرم بد نیستم. اونقدرم بد نیست. چرا اینجا نشستی؟ پاشو برو اونور بشین. چرا تو داری نفس میکشی؟ صدای نفسات رو مخ منه. مگه نمیدونی من گشنمه؟ وای میدونی بی صدا خندیدن خطرناکه و من همیشه بی صدا میخندم. نگه زیاد بخندم یه صدای خندم خفه میشه. کار نمیکنم. عجب پاهایی. از چی ادامه ولاگو بزنیم وقتی که رفتی خونتون رو دیدی بگیریم. زمان ویدیو خیلی داره طولانی میشه. خب بشه یادم باید 20 دقیقه اینا بشه. خب تا نیم ساعت اوکیه. بیشتر از نیم ساعت دیگه کدوم خری میاد بشینه نگاه کنه؟ پس اون 43 دقیقه رو تلافیشو در میارم. 43 دقیقه چون که برنامه معروفی بود. حالا لازم نیست بگی چیه. خب در کل معروف بود. آره حالا لازم نیست بگی چیه. الان تو معروفی؟ جز من تو کی میشناسه؟ خواهر جز بزرگترم مامان بابات. الهه. جز ننه بابا تو کی میشناسه آخه؟ بچه خوشگل مجلب پاپت. تو فکر میکنی پاپت یه سگه؟ اون بیشتر از یه سگه. اون ارزشی از تو خیلی بیشتره. تو هم بگو کثافت عاشق صدف پت گفتم اسم بابای من رو به زبان نیار. همین بگو اوکی پس تو برو بگو پاپت. تو فکر اینو بگو میخوام گلزار بشیم. تو رو خدا به گلزار بازی. چی بگو که بذار فکر کنم. تو فکر میکنی اون یه سگه؟ اون ارزش از تو خیلی بیشتر مدلب با اون بابای معتاد و خانواده دری پیتت. بگو تو رو خدا. ببین دوربینو برمیگردونم. ما گلزار میخوایم بشیم. بعدش هم گلزار رو میخوای چی کار؟ بعدش میدونی من چی میگم؟ بهش میگم کثافت عاشق صدف بهت گفتم اسم بابای منو به زبون نیار. بابای تو عموی منه. احمق. من عقده‌ایم کثافت. من عاشق تو بودم زبون نفهم. فکر احساسی که من به تو داشتم عاشقال. من از این قونه میگم احمق. من عقده‌ایم کثافت. نام ببین دوباره دستم تصویر تاره. برو یه در دور بیا. چرا این تصویر شما خیلی تاره؟ آن درست شد. همون لحظه که دوربین میرینه. دست به یک سنگ. چرا صدا میقدر چرت پرت شد؟ دل بسته به یک سنگ نبودی. من نوشتم. خب اگه اینجا خانمم یه آهنگ نوشته برم ته خط بخونم. نیازی سال همه جا اینو بخونی. باز رسیدم به ته خط. من حالم ای داره میشه بدتر. نمیتونم واقعا این روزا رو رد جمع شدم تو خودم سگ مست. رفتی زود و منم کندم. نمیخوام باشم دور ازت من، ولی انگاری دلت تنگ نیست دیگه نداری
ترجیح میدم تنهایی رو، چون خوب نیست شب و بی تو میزنم تو سرمتی افتادم رو دردگی رو. شاید حالا دعوا بگم مردم مایزه کن. فرض کن کسایی مثل مامان من که در شرایط خاصی بشه اینو نگاه کنه. رو دردگی رو والا باطفاته ارغمی. 2 دقیقه خفه شو، من میخوام تنهایی آهنگ بخونم. آرام بشه وحشی چشات مدیون. من چه آهنگی رو بخونم که تو نشنیده باشی جسارتا؟ دوباره کردم من طور قدیم بذار فکر کنم. تا کی بازی کنم. این یکی رو 100% نشنید. انگلیسی الان میخونم. انگلیسی من قشنگ میخونم. من آفشو خدایش قبول دارین که ترکیب آهنگ تو مغزمه مهیار و بیشتر از همیشه مهیار خیلی خفنه. کدوم بیشتر؟ اینجوری میشه که قبولش کردم دیگه مال من نیستی، تمومت کردم تو مغزم یه گلوله رومت کردم، مشکی تو پوشیدم و خونه رفتم، خودمو که گول نمیشه بزنم، نپریدی از سرم یه ذرم افتاده. اینجا کاغذ داریم، میخوام پروسه نوشتن یک شعر زیبا رو میخوام با بچه ها به نمایش بذاریم. کاغذ دلت بخواد خط دار اگه باشه بهتره، البته خودکارم نیاز داریم. خط دار نداریم ببخشید. اوکی آچارم دو چهار فقط بشه روش نوشت. عجب خونه قشنگی، عجب ویوی نازی. به 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 به. عکس کیه؟ مام بزرگمه. چرا فکر می‌کردم اون منم؟ واقعا که خب منم یه عکس اینجا ندارم. من ندارم، به تو میخوای داشته باشی. من مشهد رفتم آخه. یه عکس دارم 4 ماهه بودم. دوست عزیزین هم پلون بایسته دیدن کله برم کرده بودن توی ما. یه چیزی بذار زیرش دیگه. اینجوری میتونیم روش بخوابیم. داشت یه چیزی بذار روش بخوابیم. کارتون خواب شدی. خونتون دیراماز شده که وای از شدت خنده ادیتور پرد شد رو زمین. مثلا چه چیزی بذاریم زیرش. قیافت همه حد زدن چه شکلی باشه. شبیه کس اوکی برو یه چیزی بیار. وای تو برو یه چیزی بذارم زیرش دیگه. بابا من نمیتونم، من ادیتورتم، من فیلم بردارتم، من برای اینکه از تو فیلم بگیرم همون لحظه من واقعا هم کرمیکون داری. واقعا که اصلا من قرارم باز دیگه ادیت نمیذارم. من مفتی اینجا گرفته فقط بهم یه دلستر لیمویی داده. پس قهوه رو که خواهر من داد انرژی زان که دادم بهت میتونستم اون بهت ندم. انرژی زا عموم برام خریده. برای من خریده بود، من اومدم با تو نستش کردم. مجلب هرچی داری اشتر شبیه من داری. اصلا من میتونستم بهت ایده ندم یوتیوبر الان بشی. یوتیوبر الان بشی. خود چه قدرت تکلمیه چقدر میدونی چیه من سیقلان بهت نگفتم بیا با هم یوتیوبر شیم. من یادم نیست. وقتی به نفعت نیست من یادم نیست. یه چیزی بیار باش بنویسم، دستم جوهر نامری نداره. و برو ببین کی اومده. هم تو دردگی رو دوباره کردم من داره قدیما رو تا کی بازی کنم تو بگو رول قوی رو. کی اومده؟ بابات. بابام سلام بدم. آقا یه لحظه ویدیو رو استوب میکنم سلام میدم. این قرمزه یا آبیه؟ قرمز. بخاطر که قرمز آخه کنم اسکولی شعر مینویسه. Of course که من. Of course که من. پاپت. آبیارش میکنم من اونو. آب میخواد؟ برم به بابام پیام بدم بیام. بابامه. روانی کردیم منو. بابامه.
خب قرار بریم دنبال النا. آراد النا جوراب نپوشیدم من نمیام. نه ماشین النا من یه رو زوم کنم. ببخشید اینجا زیادی سوسو زیادی مشکل شده. این چیه؟ من از قبل خونه رو دیدم این دوتا ندیدم. تا بریم اینجا. این تو رو خدا نگو که میخوای ببندیش. ای بابو ای بابو همش گوشته. تو که چیزی ازش نمیدونی شاید اگر بذار حداقل برو دور شو. من نمیتونم هم از همه جات بگیرم. وضعیت احساب النا. ما پیاده تا اینجا اومدیم واقعا خسته ایم. آره دو تا پیاده اومدیم. یه چوس راه بود. راستی خبر دارین امروز یک شنبه است و ما پشت سنه رو پنجشنبه گرفتیم. راستی خبر دارین کار دیگه بچه خبر داری انشالله. بنا به دلایلی یه ذره سانسور داشتیم. بنا به دلایلی دلایلی خواهرم اومد. خواهرم اسمش اله است. هم الهی که پشت صحنه شدیم. ما 5 روز همونی که عاشقه، همونی که این عاشقشه. نه ما 5 روز یا 4 روز در حسرت فیلم برو خدا این صحتش خفه کن. فیلم برداری بودیم و شما تو 1 ثانیه همشو دیدید. یک ثانیه که نه حدود نیم ساعت. چند دقیقه از فیلم گرفتیم؟ 35 دقیقه. الان نمیدونم چند بار کاس کردیم. از کجا باید بدونم؟ چون در کار قرار بود 6 ساعت چیز کنیم تا 6 ساعت؟ 6 دقیقه. راستی اینا بچه پول دارن، پرینتر دارن. پرینتر داریم، نمونم کلکسیون شم داریم. داریم. کمک میکنیم. مرز داریم. بیاین از کامنت بوفهمون بگیریم. خدا. بیا فیلم بردار. قشنگ بکن تو چشممون. بوفه داری بوفه. بوفه. ببین از نزدیک نیاز نیست حالا اینو نگاه کنیم بچه. خیلی دوستش دارم. اینجا چرا خوابمو گذاشت؟ گیمینگ مشتیه. ماما دردت اومد؟ ببخشید. روانی این مال اله هست. مال من کدوم گوری. لا 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 لا. دارم میرم لطفا یه ذره من فاصله جا بده. هاش بس خونم. آراد تو هم فکر میکنی این اسکله؟ آره خیلی الان 6 دقیقه شد. نه 2 دقیقه. حیات این آشکاره میخوام اوکی. باشه بس دیگه بس. حالا من نمیذارم منو بزنم. حالا بگو چه برنامه‌ای داری برای اینجا؟ بگو چه برنامه‌ای داری اینجا؟ میخوام کاستم کنم اون بخش تختمو میخوام. این آشی تختشه. ببین چقدر منظمه. چی تازه اومدی؟ آره البته من که اینجا نبودم. من بودم. میشه بریم برام. چرا من گفتی چه شکلی بندار فیلم بندال. میشه بریم اونور. چرا؟ بذاری من برم اینجا بشینم. منو نمیخواد ببینی. آقا بیاین این تو رو بگیریم. بده بگیرم. خودم ادیتور علی رو نشون بدیم بچه‌ها. اگه نشون بدیم کات میکنم. فرقی نداره. کشم. اصلا نور نیست. فقط من که همه وسایلم در بود آقانه. یه سمتش. 2 سمتش. واقعا؟ آره. کو همون یه دونه است. دومی هم خب اشکال نداره. خب تو که چیزی هست؟ و یه عروسک دارم با تیکه های پارچه. میشه زیاد هست. خاله فریدم درست کرده. خاله مامانم. آها. فقط آتنا که در تعجب بود که مگه تو چند تا خاله داری؟ من یه دونه بیشتر خاله ندارم بچه‌ها.
این خب کمد بس کنه اینا خیلی بد داریم دیگه همش تار شد اشکال نداره یه چیزی هست میخوای اینا هم نشون بده اینا دیگه من نشون اینا دیگه کمد لباس دیگه لباس تو میخواد بابا چرا همش با سلاح هست تبعیض اوه گاد این کمد رو من خالی میکنم لباس الهار در میارم لباس آخه اونا آخه ویزون کردنی اونا کدوم درسته اون بر این برای ما ویزون کردن نمیبینی کوی جا دیگه نیست براش بنده آه برای من خدا. این بره شاید پشما اوکی حالا بگو میخوای حالا بگو با اینکه میخوای چه غلطی بکنیم ویدیو رو قطع کنیم انجام بدیم الان کاستوم قرارت بکنیم نه تو ویدیو نه جدا اون قراره یه ویدیو جداگونه بشه آره فانی باف من ریخته اوکی اوکی این یکی هم بگو خب این یکی هم بیا بابا حتما با شنم با النا تایم ویدیو بیشتر بشه مجبورم روی ساعت 2x بذارم ها لطفا سریعتر به این برام توضیح بده این واقعا بازی باش نکردم خب در مورد این ور رو من داستان شیرم میگیرم میخوام تو این قسمت باشه چون هم سفید هم خیلی شیک و ایناست ولی آره خیلی شیکه اینجا رو میخوام با برچسبیرم پروگرام ساعت 5 دقیقه عقب اوکی حالا راجع به اینجا هم بگو اینجا قرار اینو آینه بذاریم که آرایشی اوله باز میکنیم و فلارشی مورد نظرمون برمیدیم اینجا خودمون تو میبینیم آرایش میکنیم بعد عکس هم بخوایم بگیریم راحت تو آینه عکس میگیریم خب دیگه یه خدافظی بکن تمامش کنیم بچه ها تا ویدیو بعدی خدا نگهدار آرادم خدافظی کنه خدا نگهدار خدافظ